با درود فراوان خدمت عزیزان، من عذرخواهی میکنم که چون آقای دکتر فرمودن که نمیبینن جلسه رو، من مجبور شدم که لایو رو قطع کنم و دوباره شروع کنم، به این امید که اگر که مشکل فنی از این طرف هست برطرف شده باشه. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و این جلسه دوم هستش که در خدمت آقای دکتر دباغ هستیم درباره مدیریت هیجان. خدمتتون عرض کنم که من تلاش میکنم که برطرف شده و میتونیم که در خدمت شما باشیم. ممکنه که یه چند لحظه طول بکشه این پذیرش دعوت از طرف آقای دکتر. من داشتم عرض میکردم خدمت دوستان که بسیار سپاسگزار هستیم که علیرغم مشغله بسیار زیاد آقای دکتر دباغ تونستن به ما این وقت رو بدن که بحث مدیریت هیجان رو امیدوار هستیم که بتونیم جلوتر ببریم و عجب این اینستاگرام ما رو گاهی اذیت میکنه، اشکالی هم نداره، ما صبور هستیم. آقای دکتر من این رو اکسپت میکنم و بله آقای دکتر من هم شما رو میبینم ولی میزنه که شما آنیبل هستید برای حضور در لایو و بسیار عجیبه. در حال تلاشمون رو میکنیم، حتما میشه. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبید؟ مرسی. ما میتونم بگم به صورت آماری 90% مواقع این مشکل رو داریم. جدی؟ چرا؟ نمیدونم این چند ثانیه اینستاگرام ما رو اذیت میکنه تا شب قدر عافیت بدونیم. نمیدونم دلیلش چی هست. نه شما نمیدونید، منم بله نمیدانم و به هر حال الان من فقط این دست چیز رو چون محل آفیس کارم اومدم این چیز رو ندارم، حالا مجبورم دستم بگیرم، امیدوارم تکون نخوره خیلی. الان خوبه؟ ای بابا خب 45 دقیقه اگه شما بخواید این دیوایس رو دستتون بگیرید که اذیت میشید. میخواید یه کتاب چیزی بذارید پشتش. آخه بعد تا چیز بیاد بالا یه خود بله نه آخه توی اون میزمم باید این چیز رو ببینیم. بذارید به یه ترایی بکنم ببینم اینجا میشه اشکال نداره وایسه. آقای دکتر شما، چون من خودم این تجربه رو دارم، برای من پیش اومده. دوستان برای من پیش اومد توی یکی از جلسات من مجبور شدم به دلایل این موبایل رو دستم بگیرم 45 دقیقه و وقتی که جلسه تموم شد من دیگه دستم رو نمیتونستم تکون بدم. آره دست شما دیگه خوش شده بوده. نه حالا من یه جایی گذاشتم و خیلی هم تلاش کرده بودم که این تکون نخوره دقیقاً و واقعا دستم هم تو هم وضعیت به یه مدت خوش شده بود. حالا برای همین ما صبر می‌کنیم تا شما بتونید که در شرایط مناسبی قرار بگیرید. نه یه جایی الان فکر کنم مناسب گذاشتمش و اوکیه فکر کنم. بعد بسیار نه الان خوبه، دستتون در نکنه. لپتاپ نگهش دادم تکیه دادمش که بتونه بمونه. خیلی خوب. خب بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. من عرض کردم خدمت دوستان قبل از اینکه شما تشریف بیارید که بسیار بسیار لطف کردید، علیرغم اینکه بسیار مشغله دارید این جلسه دوم رو هم وقتش رو به ما دادید و من فقط عرض کنم که شما لطف کردید جلسه گذشته هیجانات اولیه و ثانویه رو تفکیک کردید، مثال‌های فراوانی برای روشن شدن هیجانات اولیه که ارزش بقایی فرمودید دارن مثال زدید و قرار شد که در مورد هیجانات ثانویه بیشتر صحبت کنیم و تکنیک‌هایی برای کنترل و مدیریت این هیجانات ثانویه. من این آپدیت رو گفتم، این خلاصه رو گفتم بگم خدمت دوستان که بدونن که از کجا باید دنبال کنن بحث رو. بسیار خب بله ممنونم مانا جان. با عرض ادب و سلام خدمت یکایک عزیزانی که
در لایو ما هستن و غایبانی که بعداً صدای ما و یا تصویر ما رو میشنوند و میبینند. عرض می شود که بله، همطور که گفتید نوبت گذشته که فکر کنم بیش از 1 ماه قبل بود، بله راجع به هیجان ها و چون در روان ما و اینکه چگونه اون هیجانات اولیه، هیجانات ثانویه، اون واکنش هایی که ما به نحو طبیعی و رفلکسیو نشان میدهیم در قیاس با مواقعی که ما میتونیم اون هیجانات ثانویه‌مون رو مدیریت کنیم و بتونیم اونها رو رگولیت کنیم و این توضیحات داده شد نسبت میان هیجان با survival value، ارزش ابقایی، اون حالت فرانت لاینی که مواجهه ما، یعنی اون خط مقدم مواجهه ما با آنچه که در جهان پیرامونمون رخ میده. اینا همه صحبتش شد و بنا شد که این نوبت من راجع به برخی از تکنیک هایی که به من کمک میکنه برای مدیریت کنیم هیجانات رو. این رو هم فکر کنم اشاره کردم که هیجانات رو ما بحث از کنترل هیجانات رو نکنیم بهتره، بحث مدیریت هیجانات. یعنی اون مطالب نوبتی پیشین رو خب غالبا نمیخوام تکرار بکنم. اینو توضیح دادم که چرا و به چه معنا مسئله مدیریت خیلی مهمه و کنترل چون از جنس ساپرس میتونه احیانا باشه، ما بهتره و به سلامت روانمون نزدیکتر که از تعبیر مدیریت. که توی مدیریت آنچه که اتفاقا مهمه، من خودم هم در جلسات تراپی بسیار با کلاینت ها کار میکنیم ذیل بحث ایموشنال رگولیشن، اینه که به رسمیت بشناسیم ایموشن ها رو در وهله نخست. توجه دارید؟ و ببینیم بودنشون رو، نه اینکه بودنشون رو بخوام انکار کنیم یا سرکوب کنیم، زیر فرش بزنیم. توجه میکنید؟ این معنا اون وقت اگه تعبیر مدیریت رو ما به کار ببریم در وهله اول خیلی کمک کننده است تا جایی که من میفهمم و مطابق با این پیش رفتم. خب حالا برای مدیریت هیجان ها چند تا تکنیک هست که حالا با توجه به وقتمون من به یکی از اونها و مؤلفه های مختلف اون تکنیک اشاره میکنم. فقط حالا برای عزیزانی که بخوان بیشتر این رو بدانن و آشنا باشن، ما تکنیک هایی مثل استاپ داریم، ABC please داریم، عرض می شود پازیتیو سلف تاک. اینا اون تکنیک های متعددی است که برای مدیریت هیجان در عرض می شود که روان درمانگران استفاده می کنن و شاید یکی از مهمترین روش هایی که در این عرصه هست، خود من هم ترین شدم مفصل این روش رو و در کار هم ازش استفاده میکنیم در کار حرفه‌ای و کلینیکی، موسوم به روش دیالکتیکی رفتاری یا Dialectical Behavior Therapy که در فارسی بهش بکنم روش دیالکتیکی رفتاری هم میگن، که 4 ستون داره. یک ستونش عبارت هست از مدیریت هیجان ها یا همون emotional regulation که بسیار مهمه و ما الان در باب بعد از اون توضیحات مبسوط مقدماتی نوبت پیشین من میکوشم به یکی از اون تکنیک ها که موسوم به ABC please این نوبت بهش بپردازم. خب ABC please اینا خب میدانیم به قول انگلیسی ها اینا همه اکرونیمه، یعنی اون عرض می شود که هر کدوم از اون حروف نشانگر یک مؤلف هست، نه اینکه خودش به تنهایی معنا داره، که حالا من امیدوارم بتونم هر 7-8 تا مؤلفه این تکنیک رو به اختصار دربارش با یکدیگر و با مخاطبان و بینندگان و شنوندگان صحبت بکنیم. خب اول بگم کارکرد این تکنیک چیه؟ ABC please در واقع سخن بر سر اینه که ما چگونه میتوانیم از خودمون خوب مراقبت بکنیم یا سلف کیر و مراقبت از خود رو بالا ببریم تا در نتیجه آن بتونیم از دیگران مراقبت بکنیم. توجه میکنیم؟ و بعد یه تعبیر دیگه‌ای که اینجا مهمه اینه که در بحث از ABC پلیز سخن بر سر کاستن از آسیب پذیری ماست نسبت
بحران‌های هیجانی. ببینید مثلا فرض کنید همین الان در داخل کشور، خارج کشور ما افراد زیادی نگرانن از آنچه که در حال رخ دادن، آیا بین ایران و اسرائیل جنگ میشه، ابعادش چقدر، حمله اسرائیل امشب، فردا شب، حمله ایران چگونه است. میدونید مثال دارم میزنم از یه امر کلانی که همه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم تا مسائل متعددی که در زندگی شخصی هر کدام از ما هست. ما برای این که اون نحوه مواجهه هیجانیمون یا مدیریت هیجانی بهتری پیشه بکنیم، یکی از اونها اینه که بتونیم از آسیب پذیری هیجانی جلوگیری کنیم یا بکاهیم حجمش رو. توجه میکنید؟ اسکیل و در واقع مهارت ABC پلیز به ما کمک میکنه که کمتر آسیب پذیر باشیم در برابر بحران‌های هیجانی. لازم میکنید چون هر کدوم از این تکنیک ها یک کارکرد و کار ویژه دارن. هر کدوم از این تکنیک ها و مهارت هایی که راجبش سخن میگن. و الان در باب ABC پلیز که من در ادامه سخن خواهم گفت، کارکردش اینه که به ما کمک میکنه که مراقبت از خود کنیم تا بتونیم از دیگران بیشتر مراقبت بکنیم و از طریق کاستن آسیب پذیری ما، کاهش آسیب پذیری ما در مقابل emotional crisis یا بحران‌های هیجانی، یا بگید overwhelming emotions، یعنی وقتی این هیجانات منفی خیلی بالا و پایین میشه، مثل خشم و غم و ترس و یأس و حسادت و نگرانی و انواع هیجانات که اصلا ما با اینها زنده ایم. قوام ما به عنوان یک انسان و کسی که در جامعه زندگی میکنه، ارگانیسمش به اینه که این هیجاناتش کار بکنه. کسی که از چیزی نمیترسه، کسی که خشم رو، غم رو تجربه نمیکنه، از سایکی و روان متعارف انسانی فاصله داره. یعنی مهم این نیست که ما در مقام امهای اونها براییم، اون که کمک نمیکنه. مهم اینه که رابطمون با اونها تنظیم بکنیم. توجه دارید؟ خب حالا با این توضیحات، این ABC پلیز چیه؟ یک تکنیکی که میخواد به ما کمک کنه که مدیریت کنیم هیجاناتمون رو و در مقابل بحران‌های هیجانی کمتر آسیب ببینیم. اون ایش ناظر به انباشت هیجانات مثبته با انجام کارهایی که خوشاینده برای هر کدام از ما. توجه میکنید؟ accumulating positive emotions، با انجام کارهایی که خوشاینده. یعنی هر کدام از من و شما در زندگی اموری رو خوشایند میابیم و اموری رو ناخوشایند. آنچه رو که دوست میداریم خوشاینده. مثلا فرض کنید کسی قدم زدن در جنگل رو دوست داره، گوش کردن به صدای پرندگان رو دوست داره. عرض می شود که گوش کردن به موسیقی رو دوست داره. اینا از جنس اموری است که فرد اون رو دوست می‌داره. خب روشنه که این دوست داشتن نباید متضمن آسیب رساندن به دیگران هم باشه، چون ممکنه الان شما به من بگید، یه کسی بگه من دوست دارم صبح اول وقت که بلند میشم 5 تا کشیده تو گوش 5 نفر بزنم. بله، ولی خب این بگه اینو بگه الان بگه خب منم اینو دوست دارم، این خوشایند من. ولی این نه، این که افزایش سلامت روان و عرض می شود مدیریت هیجان کمک نمیکنه. این چون متضمن آسیب یه همچین کسی فکر کنم تو زمینه های دیگه هم لازمه که بررسی بشه. میگم یه همچین فردی فکر کنم. نه باور کن مونا جان، یکی از قبل از مدیریت هیجان مسائل دیگه ای داره ایشون. درسته، ولی باور کن من یک کلاینت کاناداییم شبیه به این رو میگفت که شبیه به این و صحبت این بود. بعد به من میگفت دکتر یعنی فرض کن من دوست دارم، باور کن میگفت صبحا که بلند میشم یه صدایی در بیارم که این سگ همسایه خیلی خلاصه پارس بکنه بیشتر. میگفت این خیلی حس خوبی به من میده. حالا اون 5 تا کشیده تو گوش 5 نفر دیگه اغراق شدهش بود. ولی میگفت این حس خوبی به من میده، یک کاری بکنم یه صدایی که خیلی حساس اون 10 برابر صبح اول وقت پارس میکنه. خب این حس خوبی به من میده. حالا میخوام بگم که به قول شما که این درسته، میخوام بگم حالا این بینندگان و شنوندگان توجه داشته باشن وقتی که میگیم انباشت هیجانات مثبت،
و امور خوشایندی که متضمن آزار و اذیت دیگران، اهم از انسان‌ها و حیوانات و طبیعت. و کسی ممکنه بگه من دوست دارم، جدی میگم، باز اینو برم و شاخه‌های درختان رو همجوری بشکنم، زخمی کنم درختان رو. این حس خوبی به من میده. الان مثال انسان رو زدیم، حیوان رو زدیم، گیاه هم زدیم که میخوایم بگیم اینا نیست انباشت هیجانات مثبت، منظور این نیست. مثالاشو زدم که مصادیقش متعدده. هر کسی نگاه میکنه به پیشینه تربیتی خودش، علایقش، نحوه زیستش، و در این باب عرض می شود که میتونه این مصادیق برای انباشت هیجانات مثبت رو پیدا بکنه. این یکی از اون اموری است که میدونید در واقع این رو که من و شما در خودمون ذخیره میکنیم، انگار توان هیجانیمون افزایش پیدا میکنه. مثل یه جور قرصای ویتامین هست ما میخوریم، میدونید، یعنی اون موقع قرص ویتامین داریم میخوریم، مثلا ویتامین B12 میخوریم. اینم اینجوری بهش نگاه بکنیم، یعنی اینکه برای اینکه مراقبت از خود، این مستقیما در حالت عادی مؤثر نمیفته. یعنی شما میگین تاثیرش چیه؟ تاثیرش اینه که توان هیجانی من اضافه میشه، توان هیجانی شما اضافه میشه، چون انباشت هیجانات مثبت دیگه این در روان من سیو میشه. ملاحظه میکنید از این منظره. و هر کسی باید بگرده ببینه که چگونه میتونه این رو در خودش سراغ بگیره. توجه دارید؟ و مطابق با اون پیش بره. خب مؤلفه دوم چی؟ مؤلفه دوم یه نسبتی داره با این، اما متمایزه. به توضیحی که میگم B، که اون A بود که accumulating positive emotions، چنان که ذکرش رفت، in building mastery by doing things we enjoy. یعنی ما مهارت سازی میکنیم یا کسب مهارت میکنیم با انجام دادن کارهایی که لذت میبریم. خب ممکنه بپرسیم با اولی چه فرقی داره؟ فرق دومی با اولی اینه که اینجا بحث از ورزیدن انجام کاریه و کسب مهارته، و به میزانی که فرد مهارت کسب میکنه در اون کار، مثالاشو میزنم، حس بهتری داره. feel competent، این حس، این که من در اون کار مهارت دارم. میتونه اون کار تمیز کردن منزل باشه، تعمیر ماشین باشه، آشپزی باشه، خوندن باشه، نوشتن باشه، نواختن یک ساز و آلت موسیقی باشه، و یک اکتیویتی این هست، میدونید، که توش مستری و مهارت و کسب مهارت و ورزیده شدن لحاظ شده. توجه میکنید به این معنا؟ این اون وقت باز از جنس ساختنه. یعنی ببین، اون اولی گفتیم از جنس انباشت هیجانات مثبته، این دومی از جنس ساختن یا کسب مهارت بیشتر در انجام فعالیت‌های چند. Building mastery by doing things that we enjoy. خب الان خود شما چی فکر میکنید؟ یعنی میخوام میگم باز این ناظر به افراد مختلف متفاوته. یعنی راجع به دومیش الان تفاوتش با اولی مونا جان مشخصه؟ اگه شما بخواید بگید نظر یعنی خودت چیه؟ که این ای و بی تفاوتش آره یعنی این که الان گفتم، میخوام اینا شما فکر میکنی که مشخصه که میخوام میگم در دومی انگار یه جور ایجنسی، عاملیت و کاری که فرد میکنه بیشتره. میخوام میگم این برای این که با همون انباشت هیجانات ها. بله شما اینو میبینی؟ بله. درسته؟ بله. من نمیتونم دقیق توضیح بدم ولی منظور شما رو متوجه میشم. آره نه همون، نه میخوام ببینم که یعنی ناظر به این که اون مثالایی که زدم، حالا چند تا مثال بود دیگه. بله. یعنی این که فرض کنید کسی تو آشپزی، توی تمیز کردن منزل، خونه، تعمیر ماشین، میدونی همه اینا رو دارم مثال میزنم در باب این که توضیح بدم و بگم این چجوری این کار میکنه و پیش میره. ملاحظه میکنید؟ و اینکه چجوری مهارت ما بیشتر. ببین تو اولی این بود که آدم از کاری که لذت میبره فقط اونو انجام بده، یعنی خوشایندشه. در دومی توش اکتیویتی و مهارت و کامپیتنسی نهفته است. توجه داری؟ یعنی اگه من بخوام این دوتا رو با مثال جدا کنم از هم، میتونم بگم که اولی میتونه گوش کردن به موسیقی باشه، دومی میتونه
نواختن یک ساز باشه، یعنی هر جفتش به موسیقی مربوط میشه، ولی به قول شما در دومی یک اکتیویتی یا عملیات وجود داره. در اولی فقط یک موسیقی رو آدم گوش میده که یک نفر دیگه نواخته. آره این مثال خوبیه، یعنی توضیح خوبیه اگر بحث موسیقی رو در نظر بیاریم. در این حال کم تو که توضیح دادم خب در دومی مصادیقش متعدده بله دیگه، یعنی خیلی یکی با نوشتن، یکی با خوندن، بازم چون در خوندنم یه کاریه که کسی ممارست میکنه به خوندن، کاری که او داره انجام میده، میدونی. و بله بعد به عنوان کسایی که خیلی خواننده حرفه‌ای ان، رمان میخونن، کتاب میخونن و این میتونه این حس خوبو بهشون بده، میدونی. یعنی همون حس مهارت، یعنی اینکه من یک کاری بلدم به تعبیر رایج، بله بدونید. یک کسی میتونه رانندگی، یکی میتونه عرض میشود خیاطی، فرقی نمیکنه، هر چه که بگیم، گلدوزی، میدونید. آره من حالا یه نکته بگم برام جالب بود، حالا شما خانومم هستید من خانوم نیستم و از این بابت به یکی از دوستان میگفتم بابت این کار تراپی که من اینجا میکنم، طی چند ماه اخیر از قضا با چند خانم جوان ایرانی که آرایشگرن از ایران آمدم اینجا جلساتی داشتم و کارشون آرایشگریه. خب من نه هیچ وقت بتن دوست آرایشگر زن داشتم، نه خب آرایشگاه زنانه رفتم، روشنه. بعد اینا برخیشون انقدر با لذت از کاری که میکنن، جلسات تراپی با من داشتن، صحبت بله میکردن، برای من جالب بود، اصلا نگاه منو عوض کرد قدری. و اینکه اینم یه مهارت کاملا و دوست دارن این کار رو و یک بله کسی اسکیل، یکیتون خصوصا خیلی ناراحت بود که اینجا نمیتونست چون تازه آمده بود اینجا و شرایطشون این بود حالا تا اقامتشون درست بشه، اجازه کار فلان، و میگفت من خیلی ملول میشم آقای دکتر الان این کارو نمیکنم. یعنی و بعد توضیح میداد که چگونه من ترین که شده بودم ایران این کارو میکردم، رنگمو اینجا استفاده میکردم، بعد اینجوری کوتاه میکردیم و بعد من دوره‌هایی دیده بودم. آره برام جالب بود، واقعا آموزنده بود. یعنی میخوام بگم این بیلدینگ مستری و این فیلینگ کامپیتنت بودن که اینجا میگه، یعنی ساختن مهارت و اینکه یه کاری رو آدم بلد بشه، ممارست بکنه، ورزیدن بیشتر و بیشتر، این یه حس خوبی به این معنا، یعنی باز به اون مدیریت هیجان میتونه کمک بکنه. آره، توجه دارید به این معنا. و هر کدام از ما تو زندگیمون میتونیم اینو سراغ بگیریم. مواردش متفاوت از فردی به فردی تغییر میکنه، اما هست علل اصول. درسته؟ درسته. بله 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 بسیار خوب. خب من امیدوارم تا آخر وقتمون، چقدر مونا جان دیگه وقت داریم؟ شما بگید 20 عرض دقیقه. میکنم خدمت شما که ما حدود 20 دقیقه درست فرمودید، 20 دقیقه دیگه وقت داریم. بسیار من امیدوارم. آره چون میخوام که این ضبط میشه بعدن هست، دیگر مؤلفه های این تکنیک رو هم با هم مرور کنیم تا انتهای وقت. حالا شما هم نکاتی داشتید بفرمایید. خواهش سومی میکنم. که همون سیه، حرف سی. بله اون حرف سی چیه؟ coping ahead by rehearsing a plan ahead of time. یعنی من و شما خودمون رو وفق بدیم، تطبیق بدیم پیشا پیش با تمرین یک برنامه جلوتر از زمان و موعد مقرر. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید من فردا یه مصاحبه‌ای دارم، پس فردا یه مصاحبه کاری دارم، یه پرزنتیشنی دارم، یه کاری قراره بکنم. خب اینجور مواقع روشنه که هیجانات آدم، استرس آدم میتونه بیاد بالا. اینکه آدم خودش رو تطبیق بده جلوتر و با تمرین کردن اون برنامه‌ای که برای اون پرزنتیشنش داره، برای اون مصاحبهش داره، برای اون جلسه کاریش داره، اینو جلوتر انجام بده با تمرین کردن پیشا پیش و از پیش. این در تنظیم هیجانات خیلی به ما کمک میکنه و این سبب میشه که این آمادگی، ما میتونیم آماده بشیم، پریپر بشیم برای اینکه اسکیلفولی خودمون رو تطبیق بدیم به نحو مهارتمندانه‌ای. توجه داری؟ تو هم با مهارت خودش رو باید تطبیق بده با شرایط. بعد این حقیقتش دامنش وسیع‌تر از اینه. ببینید مثلا ددلاین هایی که خیلی از ما در محل های کاریمون داریم و بعد
بله نزدیک به اون تاریخ انقضا که میرسه، به اون ددلاین که میرسه، خیلی فرد کلافه میشه، ناراحت میشه. هممون تجربه کردیم بلا بله استثنا. اینکه قدری جلوتر آدم به حال در این باب فکر کنه، برنامه ریزی بکنه و بتونه این رو با این توضیحی که ذکرش رفت، اینکه بتونه تمرین بکنه پیشا پیش، این خیلی به چیز مدد میرسونه، کمک میکنه. و کوپینگ اهد یعنی آدم از پیش خودش رو تطبیق میده. توجه دارید؟ با تمرین کردن یک برنامه پیشا پیش. حالا نظر تو بگو شما، و فکر میکنی این چه دایره‌ای داره و اون تسلطی که آدم پیدا میکنه. در واقع این کوپینگ اهد در ارتباط با اون دوتای قبلی قرار میگیره. کنار اونها بگید. آره بله یعنی این سومیه. بعد در کنار اونها قرار میگیره، درسته. سومیه. آره یعنی از همون در واقع چجوری بگم، اگر بخوایم اینو در نظر بگیریم که اون دوتای قبلی به عنوان یک منبعی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم، در این کوپینگ اهد میتونیم از همون روش ها استفاده کنیم برای پیشگیری از اینکه یک هیجان شدیدی به ما وارد بشه. درسته؟ هم اونه، هم میتونه مستقل از این باشه. میدونید؟ یعنی فرض کنید یه کسی کارش نوازندگیه، کنسرت باید بله بره. خب بله این بگید کوپینگ اهد جلوتر این کار رو انجام میده، ممارست رو چند باری میکنه تا بعد موقع برنامه عرض میشود که بتونه مدیریتش رو هیجانش رو مدیریت کنه. چون بله استرسفول نوازنده است، یا یه کسی سخنرانه، یه کسی فرض کنید که توی تئاتر عرض میشود کار میکنه، یا توی فیلم عرض میشود داره فیلم برداری میشه، بعد بتونه مهارت خودش رو نشون بده، خون سردیش رو حفظ کنه، به تعبیری هیجانات در او غلبه پیدا نکنن. اینا میتونه. ببخشید مثالی که همین الان به ذهنم رسید از یهویی از کار خودم که ما الان حدود 2-3 سال هست که با یکی از 2-3 تا از همکاران قرار گذاشتیم قبل از اینکه کلاس درس در واقع اون روز شروع بشه ما با هم جمع میشیم توی یکی از کلاس ها و 10 دقیقه مدیتیشن میکنیم. خب و خیلی تاثیر جالبی داشته توی این چند سال اخیر. یعنی من اینو دیدم که و جالبه که ما به عنوان معلم کلاس این کارو میکنیم و من تاثیر این روی بچه ها هم میبینم. شما قطع شد آقای دکتر متاسفانه بکنم. میبینم. بله یه لحظه صدا قطع. بله بفرم. بله داشتم میگفتم که از زمانی که ما این در واقع فکر کنم یکی از این روش های کوپینگ اهد باشه ما این رو انجام میدیم هر روز، من تاثیر این رو روی بچه های کلاسم میبینم. یعنی به طرز شگفت‌انگیزی این آرامش همون در واقع معلم ها که توی این برنامه با هم دیگه هستن، چون همه نیستن چند تا از معلم ها هستن، این باعث شده اصلا کلاس بله باریکلا. در چه مقطعی؟ پیش دبستانی و کلاس اول. خب بسیار خوب. این برنامه رو میگید با همکارا میذارید؟ من یک همکاری دارم که ایشون معلم یوگا هستن علاوه بر این که معلم هستن و ما مدتیه که با هم قرار گذاشتیم چند تا از معلم ها که با هم دیگه یه ذره زودتر بریم مدرسه و این برنامه رو خودمون داشته باشیم، یه 10 دقیقه مدیتیشن کنیم، هر کسی یه گوشه ای از کلاس باشه و خیلی تاثیر جالبی داشته روی بچه ها. یعنی کلاسایی که ما الان داریم خیلی آرومترن بچه ها. جالبه. خب چند وقت این کارو میکنید؟ تقریبا 3 سال پیش شروع کردیم.
خب و بعد تاثیرش رو میبینید. بله 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 اینم یک مصداقش این که میگید و میدونید در واقع یعنی اون کاری که میکنید شما و حالا نمونه های مشخصی شبیه به این، بله این با A و B متفاوته، البته با B هم در بی نسبت نیست یعنی هی مهارت شما برای انجام این کارم بیشتر میشه و بله حس خوبی هم دارید که من این کارو دیگه الان میتونم انجام بدم. درسته دیگه اصلا عادت کردید. بله درسته یه وقت پیش این دیگه عادت کرد و این خب به افزایش توان هیجانی شما هم کمک میکنه. من اینجوری میفهمم. بله درسته؟ و بعد درسته. پیش هم هست. بعد جالبه میگه رو بچه ها تاثیر گذاشته ها. بله ما خودمون چندین بار تو جلسایی که داشتیم راجع به این موضوع صحبت کردیم و اصلا پیشنهاد این بود که اینو همه انجام بدن، همه معلم ها انجام بدن، ولی خب حالا نخواستن یا نشده هر چیزی. ولی خیلی جالبه انگار که اون آرامش به بچه ها هم منتقل میشه، یعنی چون میدونین سنیه که خیلی سن رفتاراشون خیلی هیجان زده و نپخته است دیگه، میدونین توی این سن خیلی به قول معروف ناگهانیه، یعنی و اون رفتارهای ناگهانی یعنی آرامش بیشتری درشون میبینیم و دیگه اون جیغ زدن ها و اون حرکت های خیلی سریع و تند، حالا میتونید واقعیت شاید باید یه کار تحقیقی بشه، شاید واقعا اصلا چیز دیگه ای هم باشه دخیل باشه در موضوع، ولی ما چون به این نتیجه رسیدیم که این ما هستیم که یعنی ما سمت خودمون رو میتونیم درست کنیم و بله ما باید رو سمت بله خودمون کار کنیم، یعنی معلم ها باید آرامش داشته باشن و این خیلی هم حداقل به خود ما کمک کرده. درست. بسیار خوب. آره متوجهم. نه کاملا همینطوری که میگیده. بله یعنی میشه با این توضیحی که دادم و شما هم دادید، آره میشه بستر این گونه دید و ارزیابی کرد. درسته. خیلی خوب. عرض می شود که بریم سراغ اون بخش پلیز این اسکیل و مهارت. جالب این بخش پلیز رو که با هم میبینیم ناظر به بدنه و اینکه چگونه توجه به بدن چنان که اشاره میکنم این در تنظیم هیجانات ما میتونه مؤثر باشه. این رو وقت تو این کانتکست باید فهمید که خب در روان درمانی و روان پژوهی معاصر ارتباط میان جسم یا بگید بدن و سایکی و روان خیلی وسیق قلمداد میشه دیگه. بایو سایکو سوشال اپروچ، یعنی یک روی کردی که هم زیستی بدنی اجتماعی، این اون مقدم سلامت روانه، اینا با همه و به همین خاطره که حالا من امیدوارم برسیم، اگر هم نرسیدیم نداره میتونیم یک سومی رو هم بعداً با هم برای یه ماه دیگه هم قرار بذاریم که حالا هم تکمله این تکنیک مؤلفه‌اش و یه تکنیک دیگه هم که فکر میکنم خوبه هر کدام از ما بدانیم تا هیجاناتمون رو بتونیم تنظیم بکنیم بیشتر و مد نظر باشه. خب این از ارتباط وثیق بدن و تن، یعنی تأثیراتی که عرض می شود اینا روی همدیگه میذارن. بذارید این گونه‌شو بگم تا منفیشو اول یکی دو تاشو بگم تا یعنی این ارتباط بدن و روان رو تا این برسیم به مثبتش که از جنس تنظیم هیجانات. ببینید خیلی از ما این تجربه رو داریم دیگه. مثلا فرض کنید وقتی که دچار اضطراب و استرس میشیم ضربان قلبمون میره بالا، یا میتونه عرق سرد روی پیشونیمون بنشینه، یا لرزش دستان یا فلان. اینا رو ما بهش میگیم سایکوسوماتیک، یعنی روانتنی. یعنی یه اتفاقاتی میفته نه هر وقت که تپش قلب ما داریم مسئله روانیه، نه یه وقت هم میتونه من قلبم دچار مشکل باشه به خودی خود. اما در موارد متعددی هم هست که این ارتباط وثیق بدن و تن و روان اینجوری دیده میشه. به اینا ما میگیم سایکوسوماتیک. حالا خواستم این ارتباط وثیق میان بدن و روان که مد نظرمون هست اینجا در تنظیم هیجانات، اون پلیز، اون پیو الش ناظر به
اینه که ما دقت بکنیم، عرض می شود که physical illness رو خیلی جدی بگیم. Treat physical illness and take medications as prescribed. این اتفاقا تو تنظیم هیجانات هم موثره. یعنی این physical illness، این بیماری های جسمانی که ما داریم متعدده، هر چه که هست، اینا رو اگر آدم بهش بها بده مطابق با دارویی که دکتر تجویز کرده، اونها رو حتما استفاده کنه. اینا نه فقط جسم، نه فقط بدن رو، که روان ما رو هم میتونن تنظیم بکنن. که فرض کنید دیدید یه موقعی که من و شما یه وقت دست درد داریم، سر درد داریم یا کمر درد داریم، آدم میگیم بی‌حوصله ایم. یه بخشش اینه که یعنی دانه تحملمون پایینه، یا به تعبیر دیگری این تنظیم هیجانات اونجا سخت‌تر میشه. به این خاطر که فیزیکال ایلنس و جدی گرفتن اونها و استفاده و از داروها وقتی که دکتر تجویز میکنه اینجا خیلی مهم و موثر. خب این ای و الش. ایش چطور؟ ایش اینه که بریم به سمت بالانس ایتینگ. برای اینکه بالانس ایتینگ برای اینکه سبب میشه avoid mood swings، این نوسانات خلقی ما رو وقتی که ما درست، یعنی به نحو متوازن غذا میخوریم. باز مثال بزنم، برخی از افراد دست کم، من بارها هم در کلاینت های خودم دیدم، درمانجویان خودم هم مواردی در دوستان شنیدم دیدم که فرض کنی وقتی قند خون میفته پایین، به عنوان یه مثال عرض میکنم، خب باز این خیلی رو هیجانات آدم، رو مود سوینگز، یعنی نوسانات خلقی آدم یک دفعه، ما بهش میگیم مود سوینگز دیگه، نوسانات خلقی، یعنی یک دفعه از خیلی شادی فرد یه دفعه بره به سمت خیلی ناراحتی، یا یه دفعه خیلی مایوس بشه، خیلی خشمگین بشه. میدونید این نوسانات خلقیه. بعد در موارد متعددی حتی این غذا خوردن متوازن و اینکه بدن رو آدم بهش توجه بکنه به لحاظ غذا خوردن، این جلوگیری میکنه از مود سوینگز. یعنی در مواردی با اینکه یه اتفاقی که در بدن رخ میده اما تاثیرش روی روانه، یعنی میتونه آدم رو کاملا تو اون فضا پیش ببره. ملاحظه میکنید و این بالانس ایتینگ که کمک میکنه به جلوگیری از مود سوینگز. و خب مود سوینگز هم یکی از وقتی که اتفاق میفته، خب در واقع تنظیم هیجانات ما به هم میریزه دیگه. افرادی که نمیتونن مدیریت کنن، میدونید مود خودشونه، خیلی از ماها نوسانات خلقی همینه دیگه، اتفاق میفته ما رو زیر و زبر میکنه. توجه دارید؟ این میگه که بالانس ایتینگ هم یکی از اونست. ملاحظه میکنید؟ خب اینم از حالا راجع به این دوتا اگه نکته‌ای دارید شما بگید. نه خیر، بفرمایید، خواهش میکنم. من فکر میکنم آقای دکتر ما 2-3 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نداریم. اگر که نمیدونم چه کار باید کرد در این مورد. فکر کنم پس همینجا نگه داریم. چون میگید 2-3 دقیقه، نوبت بعدی که با هم قرار میذاریم حالا هر وقت که شد، و خب اینام چون ضبط میشه، افرادی که مایلن میتونن فایل قبلی و بعدی رو ببینند و گوش بکنن. من در جلسه بعدی این 3 تا مؤلفه انتهایی این تکنیک، یعنی A و S و E رو بهش میپردازم، و بعد یه تکنیک دیگه ای که موسوم استاپ اسکیل، این رو هم راجبش با هم صحبت میکنیم. و شما هم همینطور که حالا از برخی تجربهاتون هم گفتید در همین نوبت، منم اشاره میکنم به موارد متعدد. اینا خیلی کمک میکنه این امیدوارم بهتر فهمیده بشه، ملموس‌تر بشه. حتما توجه دارید؟ اینا اینجوریه. آره این اینجوری این کمک رو میکنه و عرض میشود فکر میکنم بله، هم این تتمه و بخش پایانی این تکنیک رو با ذکر مثالهایی و استاپ اسکیل رو که خود اونم باز اس و تی و او پیش رو راجبش باید صحبت بکنیم. اینا فکر میکنم یه ابزارهایی به در دست هر کدام از ما برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم، و هیچ هم بنا نیست که اینها رو ما یاد میگیریم دیگه تا آخر عمر عصبانی نشیم، دیگه تا آخر عمر خشمگین نشیم، مایوس نشیم، اصلا و ابدا. اونا در کارن، همیشه در کارن، چون ارزش ابقایی دارن. اینا به ما کمک میکنن اینو بهتر بتونیم مدیریت کنیم. یعنی خیلی فرق میکنه تو این ابزار رو ما داشته باشیم یا نداشته باشیم. وقتی که هیجانات
ما بروز و ظهور پیدا میکنن، به شرطی که نوبت پیشین و ابتدای این نوبت ذکرش رفت. و فکر میکنم به کار همه ما، حالا هم در جامعه ایرانی که الان میشناسیم میدونید که به هر حال التهابات اجتماعی، سیاسی، معیشتی ما زیاده و هر کدام از ما خیلی مستعدیم برای اینکه اون مدیریت هیجانمون رو از دست بدیم و خیلی یک دفعه در این همین هیجان ها بشن که ما رو از پی خودشون میکشانن، به شرطی که نوبت پیشین آمد. بله، به همین خاطر امیدوارم بله این بحثا در مجموع این 3 جلسه کمک بکنه به همه عزیزان و همه کسانی که به هر حال دوست می‌دارن که در باب مدیریت هیجان دست بالاتری و بهتری داشته باشن. بله حتما همینطور آقای دکتر. من خودم جلسه قبل رو دوباره نگاه کردم و نکته‌های بیشتری متوجه شدم. حتما برای عزیزان هم همینطور خواهد بود. و این جلسه شما انقدر مطلب گفتید که همه ما یه مشق شب داشته باشیم تا جلسه آینده اینها رو تمرین کنیم، بیشتر به خودمون توجه کنیم تا بقیه راهکارها رو هم بفرمایید. قطعا خیلی خیلی اونها هم به اینها اضافه میشه و حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. خیلی ممنونم از شما، لطف کردین از طرف خودم و از طرف دوستانمون در کنگره ایرانیان کانادا از اینکه شما لطف کردید وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون. و همینطور از همراهان عزیز تشکر میکنم و عزیزانی که بعداً این برنامه رو میبینن با ما در تماس باشید. من از جانب خودم خداحافظی میکنم. سلامت باشید. من هم از شما سپاسگزارم، هم از بینندگان و شنوندگان و کنگره ایرانیان کانادا ICC که امیدوارم توفیقات بیشتری داشته باشند و در خدمت به جامعه ایرانی بزرگ کانادا و هموطنان عزیزمون توفیقاتشون روزافزون باشه. ممنونم. باقی بحث رو همونطور که ذکرش رفت و حالا در تکمیله اون هومورک‌هایی که شما گفتید نوبت بعد پی میگیریم. سلامت. ممنون. زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدار.